هر کس با ایمانی که در آن شک و تردید وجود نداشته باشد به ملاقات الله برود وارد بهشت می شود. ابو هریره رضی الله عنه یا ابو سعید رضی الله عنه شک و تردید از راوی حدیث اعمش هست. می گوید مردم در غزوه تبوک دچار گرسنگی شدند و گفتند یا رسول الله اگر شما اجازه می دهید ما شتران خود را ذبح می کنیم و گوشت آنها را می خوریم و از چربی آنها روغن می گیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همین کار را انجام دهید. در این هنگام عمر بن خطاب رضی الله عنهما آمد و گفت یا رسول الله اگر چنین اجازه بدهید با کمبود سواری روبرو می شویم. از مردم بخواهید باقی مانده غذاهایشان را بیاورند. آنگاه از الله متعال بخواهید تا با آنها برکت عنایت کند. شاید الله هم برکت عنایت فرماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله، یعنی کار خوب است. آنگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سفره خواست و آن را پهن نمود. سپس از مردم خواست تا باقی مانده غذاهایشان را بیاورند. مردم شروع به آوردن غذاهایشان نمودند. یکی یک مشت جواری می آورد، دیگری یک مشت خرما می آورد و شخصی پاره نان می آورد تا اینکه اندک غذا روی سفره جمع شد. پس از آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای برکت نمود و فرمود داخل ظرفهایتان بریزید. مردم به اندازه در ظرفهایشان ریختند که همه ظرفهای سپاه را پر کردند. بعد از آن تا سیر خوردند و باز هم مقدار باقی ماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود گواهی می دهم که هیچ معبود بجز الله وجود ندارد و من رسول الله هستم. هر بنده ای که با این دو شهادت بدون شک و تردید به آنها به ملاقات الله برود وارد بهشت می شود. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 4.